به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان. من به درخواست دوستان تقریبا با یه 20 دقیقه تأخیر این لایو رو برگزار کردم و خب مشکل نبود. فکر میکنم که اون ساعت 9مون ساعت مناسبی بود، ولی از اونجایی که حالا خیلی از دانشجوها طی این چند روز گذشته درگیر کنکور مقطع دکتری و همینطور ارشد بودن، نیاز بود که یه مروری با هم بکنیم که انشالله هم منابع به روز باشه، همین که اگه دوستان برنامه‌ای برای سال آینده دارن، انشالله کنکور مقطع سال آینده با برنامه‌ریزی بهتر بتونن قدم بردارن. من یه چند ثانیه رو بازم مکس میکنم که بقیه دوستان بتونن وارد بشن، حالا با توجه که خب تأخیرم قطعا از جانب من بوده و سعی میکنم با یه مقدمه بهش بپردازیم. طی چند سال گذشته تمایل به ادامه تحصیل خیلی کمتر از سالهای قبل شده، به چند دلیل. خب طبیعتا شرایط اقتصادی عامل اصلی بوده، در کنار اینکه خب شاید خیلی از، حداقل در مورد آقایون همینطوره، که آقایون ترجیح میدادن وارد بازار کار بشن، به لحاظ اقتصادی شرایط بهتری رو داشته باشن و در کنارش اگه فرصت ادامه تحصیل هم شد بهش بپردازن. ولی خب داشتیم افرادی که به هر دلیل اولویت اولشون ادامه تحصیله و اون چیزی که مهم هم هست، میدونید که توی عمده رشته‌های تربیت و من جمله مدیریت و خدمت شما عرض کنم که فیزیولوژی ورزشی، تعداد دانشگاهی که قابلیت ادامه تحصیل توشون فراهمه خیلی زیاد شده. یعنی دیگه واقعا مثل سالهای گذشته رقابتی برای ادامه تحصیل به اون صورت وجود نداره، چون عمده این، حالا مثال عرض کردم خدمتون، این رشته ها رو خیلی از افراد میتونن از طریق کنکور توی دانشگاه زیادی جذب بشن. انواع دانشگاه آزاد گرفته، انواع دانشگاه پیام‌نور شعب مهمش، شعبه‌های من جمله توی استان تهران، و اکثر دانشگاه‌های سراسری هم همینطوره، چه روزانه و چه شبانه میتونن پذیرش کنکور داشته باشه. اما نکته‌ای که مهم هست، من اینا رو بگم که سریع نمیخوام لایو خیلی طولانی بشه، میخوام خیلی سریع برم سراغ منابع. اول منابع دکتری رو میگم و بعد در ادامهش تغییرات کنکور کارشناسی ارشد رو با هم مرور میکنیم. خدمت شما عرض کنم که طبیعتاً پذیرش توی مقطع کنکور دکتری یک گام بلند توی سرنوشت اکثر دانشجو هست، چون بعد از اون میتونن توی فراخوان‌های جذب و پروسه‌های استخدام به عنوان هیئت علمی اقدام کنن. اگه جایگاه شغلی دارن میتونن اونها ارتقا بدن و الی آخر طبیعتاً ورود به عرصه دکتری به عنوان دانشجو و کاندیدیت به عبارتی یه گام بلند برای رقم زدن سرنوشت دانشجو و خب اینم برای همه ما قابل درک است. همونطور هم که میدونید پروسه کنکور دکتری شامل 2 قسمت میشه. یک، خود کنکور که آزمونیه که عمدتاً از محتوای درسی سوال طرح میشه. طی چند سال اخیر هم تقریبا 13 سال اخیر آزمون فقط به صورت تستی بوده و بعد از اون 3 برابر ظرفیت هر دانشگاه دعوت به مصاحبه کنکور دکتری، به استثنای دانشگاه آزاد که گاهن، تاکید میکنم گاهن، مصاحبه ای نگرفته. عمده دانشگاه چه سراسری چه روزانه، شبانه و حتی پیام نورها هم مصاحبه در کنار اون کنکور تعریف شده. خب خدمت شما عرض کنم که خب و نکته بعدی که حالا مهم هست قبل از اینکه بپردازیم به منابع، نکته مهم اینجاست که هر سال طراحان سوال کنکور تغییر میکنن و این خیلی این نفرات برتر، اساتید برتر، احتمال اینکه طراح سوال باشن خیلی زیاده، چون ما از این موارد زیاد دیدیم که دانشجوی ما دانشجوی زحمتکشی بوده، شرایط تحصیلش خیلی مناسب بوده، ولی از اونجایی که کتاب از نظر ما منبع مطالعاتی بروزی نداشته، این باعث شده که گاهن نتیجه خوبی توی کنکور نگیره. کنکور ارشد و دکتری مثل کنکور کارشناسی نیست که شما بتونید یک محتوای یکسان رو در کنار تجربه تست زنی از پس
خدمتتون عرض کنم رقابتش بر بیان. مطمئن باشید که توی کنکور ارشد و علل خصوص دکتری شما باید منبع بروز از استاد تاپ مطالعه کنید و این خیلی شرط مهمیه که شما در کنار اینکه باید یعنی بیاد یه آرشیو کما که هست از این نمونه کتاب ها داریم، من جمله راهیان ارشد، من جمله مدرسان شریف. اگه دسترسی داشته باشید به سوالات سنوات گذشته کنکور متوجه میشین که یه سری از اساتید تقریبا پای ثابت طرح سوال هستن. خب حالا اسم نمیارم که خدا نکرده اسم عزیزی جا نیفته، ولی من حالا بر حسب علاقه خودم با گرایش فیزیولوژی ورزش شروع میکنم. من این مطالب رو نوشتم روی لپتاپ هم سعی میکنم که اینو توی کانال خودم هم قرار بدم، به صورت یه فایل ورد یا پی دی افش کنم، رو فایل هم قرارش بدم و این خدمت شما عرض کنم لایومون هم انشاءالله سیو میمونه، هم یوتیوب و هم آپارات خودم هم میمونه و اگه کسی حالا فکر کنم 1 ماه هم حداقل توی اینستاگرام میمونه. با گرایش فیزیولوژی توی مقطع دکتری شروع میکنیم. همونطور که میدونید زبان عمومی اولین دسته سوالی در خصوص درس زبان انگلیسی. از این 40 تا سوال 14 تا سوال الزاماً گرامره و این گرامر، نمیگم گرامر خیلی سطح بالا، من چون زبان خودم خوب بوده همیشه این چیزا رو روش رد میشم، ولی نیاز هست که در حد همون کارشناسی و حتی خدمت شما عرض کنم در حد دبیرستان تسلط داشته باشین. پس از این 40 تا سوال زبان 14 تاش سوال گرامر هست، 16 تاش سوال لغته که وکابولری یا دامنه لغات خاصی از شما میخواد و 10 تا سوال درک مطلب. اون 10 تا سوال به این صورت هست که متن داده میشه و از دل اون متن سوال طرح میشه. یه بار دیگه میگم زبان انگلیسی برای گرایش فیزیولوژی ضریب 1 داره، یعنی شما میتونید ریسک نکنید در موردشون، ببخشید میتونید ریسک بکنید چون ضریب خاصی نیست و 14 تا سوال گرامر، 16 تا دایره لغات و خب 10 تا هم درک مطلب یا کامپریهنشن. استعداد فیزیولوژی 25 تا سوال طرح میشه. استعداد تحصیلی واقعا منبع خاصی براش نیست، حالا ولی در ادامه راجعش صحبت می‌کنم که چه کتاب‌هایی میتونه به شما کمک بکنه و در ادامهش آمار، سنجش و اندازه‌گیری هست. این آمار میتونه در حد آمار کارشناسی باشه. اصلا سال اولی که فکر کنم سال 89 که کنکور به صورت تستی هم برگزار شد، چون قبل از اون هر دانشگاه خودش کنکور رو برگزار میکرد و خدمت شما عرض کنم که تشریحی بود سوالات کنکور دکتری. زمانی که از سال 89 90 که این اتفاق افتاد و کنکور به صورت تستی شد، همیشه میگن که آمار و سنجش و اندازه‌گیری در حد کارشناسیه، ولی واقعا اینجوری نیست و گاهن سوالاتی که طرح میشه خیلی فراتر از کارشناسیه. آمار و سنجش به عبارتی ضریب 4 داره، تعداد سوالاش 20 داره، 10 تا سوال کاملا آماره، یعنی شما باید موردی هم هست انتها اون 10 دقیقه آخر سوالات اون انتها جواب بدیم. من رد میشم الان ولی پیام ها رو میبینم. 10 تا سوال قطعا از این 20 تا سوال آماره و 10 تا سوال سنجشه. سنجش رو حالا میتونیم به عبارتی بگیم که شاید در حد کنکور در حد دروس کارشناسی هم هست. و در نهایت مهمترین قسمت سوالات فیزیولوژی ورزشی پیشرفته و نه در حد کارشناسی و متابولیسم، به عبارتی همون بیوشیمی که ضریب 4 داره برای گرایش فیزیولوژی و 50 تا سوال هم براش در نظر گرفت. این هم در نظر بگیرید که ترتیب سوالات به این صورت هست که ابتدا زبان، در ادامهش استعداد تحصیلی، آمار و سنجش و در انتها یعنی بازه زمانی تقریبا میشه گفت آخر جلسه کنکور فیزیولوژی و بیوشیمی هست. معمولا برای دروس زبان هیچ منبع خاصی نداریم. حالا اینکه میگم هیچ منبع خاصی، خیلی کتابای مختلفی میشه براش در نظر گرفت. مثلا من حالا این مواردی که خدمتتون عرض کنم توی کانال خودم قرار میدم.
گرامر 0 تا 100 زبان انگلیسی رو میتونیم داشته باشیم. این دقیقاً ویژه داوطلبان کنکور ارشد و دکتری کتاب خیلی خوبیه. باز تاکید میکنم ویژه دانشجوهای که متقاضی کنکور ارشد دکتری هستن. این کتاب از آقای دکتر رضوانپور، وحید رضوانپور و همکاراشون تالیف شده. من راجع به زبان خیلی نمیخوام صحبت کنم چون فکر کنم خیلی از دوستان اینو بر حسب قابلیت‌های خودشون طی چند سال به دست آوردن، یا زبان رو با درصد مناسب میزنن، یا خیلی از دانشجوها هم که صلاح نمیدن شرکت بکنن تستی رو بزنن در مورد درس زبان. در مورد استعداد تحصیلی من یک کتاب خیلی خلاصه، کتاب انتشارات مدرسان شریف رو پیشنهاد میدم، استعداد تحصیلی مدرسان شریف. این کتاب جوابگوی تست زنی شما توی مقطع دکتری هست. خب و کتاب های فیزیولوژی، من چند تا کتاب خدمت شما عرض کنم. کتاب فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی، کاستیل، یعنی نویسنده کاستیل، از انتشارات حتمی، جلد یکش حتما این کتاب خب ورزشی کرامر که بازم انتشارات حتمی. خدمتتون عرض کنم ترجمه آقای دکتر گاینی و آقای دکتر فرهاد دریانوش هست، حتما هر دو جلد باید مطالعه بشه. و خدمت شما عرض کنم کتاب اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی، کتاب قدیمی که آقای دکتر گاینی داشتن، انتشارات سمت هم هر دو جلدش نیاز هست که شما مطالعه کنید. برای یادگیری کتاب اصول بنیادی رو پیشنهاد میدم، ولی اگه قرار بر تست زنی و کنکور باشه خدمت شما عرض کنم که خب طبیعتا کاستیل و کرامر به ترتیب هر کدوم توی میتونن اولویت ها باشن. خب خدمت شما عرض کنم که در مورد فیزیولوژی ورزشی پیشرفته که طبیعتا یه تعداد تست داره، ما باید چند تا کتاب رو مطالعه کنیم. حالا بعضی کتاب ها خیلی قدیمیه، یه مقدار از خدمت شما عرض کنم از رقابت خارج شدن. ببخشید من چشم فایل پی دی افی که دارم محتوا رو منابع رو به عبارتی خدمت شما عرض کنم که معرفی کنم. در مورد فیزیولوژی، البته فیزیولوژی پیشرفته، خود فیزیولوژی ورزشی پیشرفته که خدمتتون عرض کنم انتشارات سمت دو جلدی هست، گزینه خوبیه. فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق پیشرفته هم داریم از انتشارات سمت، این هم کتاب خوبیه. و طبیعتاً کتاب دکتر قره‌خانلو در حوزه عصب عضله، یعنی فیزیولوژی ورزشی عصب عضلانی رو اگه اشتباه نکنم اونم انتشارات سمت، این هم کتاب خیلی خوبه. از این سه کتابی که الان خدمتتون عرض کردم، یعنی فیزیولوژی ورزشی پیشرفته، فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق یا عصب عضله پیشرفته هم که هر سه هم از انتشارات سمت هست، ما گاهن تعدادی سوال داریم. یعنی اینجوری نیست که خدمتتون عرض کنم این سه مورد رو یه دانشجوی که متقاضی این هست که دکتری انشالله رتبه خوب داشته باشه یا متقاضی این هست که داوطلب این هست که تلاش بیشتری بکنه، به نظرم باید یه تسلط روی این سه تا هم از انتشارات سمت حتمی هم انتشارات حتمی هم کتاب داره، بیوشیمی مکلارن معروفه، این گزینه خیلی خوبه. بیوشیمی ماگیوس که خب ترجمه دکتر گاینی و آقای نه همکارانشون است، از انتشارات حتمی میتونه گزینه خوبی باشه. و مبانی بیوشیمی هاستون معروف هست، باز هم از انتشارات حتمی. اینا گزینه‌های خوبی هستند برای دوستانی که نیاز دارن که این منابع رو خدمت شما عرض کنم اول یاد بگیرن. به نظرم میتونم با مبانی شروع کنم، مبانی بیوشیمی، و بعد اگه نیاز هست که خب سطوح بالاترش پیشرفته رو تجربه کنم. به نظر من با بیوشیمی مکلارن و در انتها بیوشیمی ماگیوس گزینه خوبیه، میتونه کمک کنه. تقریبا عمده سوالای تستم اگه نگاه کنید تا این چند سال از همین سه تا کتاب اومده. خب طبیعتا فیزیولوژی رو راجبش صحبت کردیم و آمار، سنجش و اندازه‌گیری هم گزینه خیلی خوبیه. مطرح ترین کتابی که توی زمینه آمار، سنجش و اندازه‌گیری
دکتر شیخ هست، محمود شیخ، از انتشارات بامداد کتاب. این کتاب چند سالی هست که منبع کنکور ارشد و دکتری سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی، تالیف دکتر محمود شیخ و همکارانشون، از انتشارات بامداد کتاب خوبیه. کتاب سنجش و اندازه‌گیری دکتر حمایت طلبم جدیداً این چند سال من دیدم هم تو ارشد هم تو دکتری سوال ازش طرح شده و آمار سنجش و اندازه‌گیری خلاصه راهیان دکتری هم کمک میکنه. از انتشارات راهیان دکتری اینا که به درد هر سه موردش به درد کنکور فیزیولوژی میخوره. این در خصوص فیزیولوژی. خب طبیعتاً میدونید که ظرفیت رشته فیزیولوژی توی مقطع دکتری ظرفیت مطلوبی هست. هم اکثر دانشگاه‌های آزاد معتبر مثل توی استان اصفهان، مثل خراسان و نجف آباد، توی استان تهران همه شعبش، تهران مرکز، تهران جنوب، علوم تحقیقات، شمال و حتی شرق رشته فیزیولوژی دارن. تقریباً دانشگاه سراسری جنوب فیزیولوژی رو توی مقطع دکتری ساپورت میکنم، بنابراین جای نگرانی نداره. خدمتتون عرض کنم که میدونم که حالا اون چیزی که خدمت شما عرض کنم مهم هست اینه که ظرفیت ها رو هم در نظر بگیرید. فیزیولوژی وضعیت مطلوبی داره. من این که میگم مطلوب از نظر من دیگه واقعا کشش نداره، یعنی این همه حجم از فارغ التحصیل شاید خیلی مناسب برای بازار کار و تدریس هم نیست، ولی با این حال بدونید که فیزیولوژی به نسبت بقیه رشته‌ها و در کنار مدیریت ظرفیت مناسبی برای پذیرش هم داره که این ظرفیت ها رو میتونید توی دفترچه مطالعه کنید. بریم سراغ رشته آسیب شناسی. آسیب شناسی و حرکات اصلاحی تمامی گرایش‌هاش، خب زبان رو همونطور که خدمتتون عرض کردم ضریب 1 داره مثل فیزیولوژی، 40 تا سوال داره دقیقاً مشابه فیزیولوژی، 14 تا لغت و خب اون 10 تا سوال انتهایی هم کامپریهنشن یا درک مطلب هست. استعداد تحصیلی هم به همون ترتیب ضریب 1 داره و 25 تا تست خواهد داشت. آمار سنجش و اندازه‌گیری هم به همون ترتیب مشابه فیزیولوژی ضریب 4 داره و 20 تا سوال که 10 تاش عمدتاً آمار و 10 تاش هم سنجش و اندازه‌گیری خواهد بود. حرکات اصلاحی پیشرفته و همینطور آسیب شناسی پیشرفته با ضریب 4 50 تا سوال خواهد داشت. زبان عمومی خدمتتون عرض کردم استعداد تحصیلی و همینطور آمار تکراریه، من دیگه راجبش صحبت نمی‌کنم، مشابه فیزیولوژی است. توی لایو هم راجبش صحبت کردیم. من می‌خوام مستقیم برم سراغ حرکات اصلاحی و آسیب شناسی. در خصوص آسیب شناسی از اونجایی که پسوند پیشرفته توی این منابع کنکور همیشه معرفی میشه، یعنی نمیگن حرکات اصلاحی، میگن حرکات اصلاحی پیشرفته، نمیگن آسیب شناسی ورزشی، میگن آسیب شناسی ورزشی پیشرفته. بنابراین باید یه تفاوت‌هایی با مقطع ارشد داشته باشه. در خصوص با آسیب شروع میکنم. کتب آسیب به این صورت هست که از نظر من البته تأکیدی هم نیست که درست باشه، ولی اگه این سوالات این چند سال گذشته کنکور رو بعد سوال‌ها میاد، این که میگم سوال میاد عمده سوالات هست. راهنمای پیشگیری از آسیب‌های ورزشی از انتشارات پژوهشکده تربیت قطعاً سوال خواهد داشت و کتاب آسیب شناسی ورزشی آقای دکتر حسینی، سید محمد حسینی از انتشارات حتمی هم خدمت شما عرض کنم که جزء کتب معتبر برای گرایش آسیب شناسی است. در خصوص درس حرکات اصلاحی خب میدونید که این 50 تا سوال تخصصی آسیب و اصلاحی تقریبا بین این دوتا کتاب، دوتا موضوع یعنی آسیب و اصلاحی تقسیم میشه. کتاب حرکات اصلاحی پیشرفته آقای دکتر لطافتکار، انتشارات آوای ظهور، قطعا سوال منبع مهمی برای سوالات کنکور دکتری هست. کتاب حرکات اصلاحی آقای دکتر علیزاده از کتاب مفاهیم بنیادی حرکات اصلاحی، نه کتابای قدیمیشون، از انتشارات حتمی و کتاب مجموعه جامع حرکات اصلاحی آقای دکتر احمدی، حسین احمدی از انتشارات حتمی. این مورد آخر پاسخ تشریحی داشته باشین. پس به ترتیب لطافتکار، علیزاده و در انتها احمدی. اینها هم مطمئن باشید که عمده سوالات کنکور از دل این سه تا کتاب میاد
میتونیم در ادامهش مثلا کتاب‌هایی مثل تمرینات اصلاحی NASM از انتشارات حتمی رو داشته باشیم. این کتاب جز منابع مهم تدریس هم هست، یعنی خیلی از دانشگاه معتبر NASM رو تدریس میکنن از انتشارات حتمی. کتاب تمرینات اصلاحی سورمن از انتشارات بامداد کتاب، و خدمت شما عرض کنم از انتشارات حتمی هم کتاب ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی هم میتونه. البته تاکید میکنم اینا کتب درسی هست و شما شاید تو دوره تحصیلتون این کتاب ها رو مطالعه کرده باشید. راجع به حرکات اصلاحی گفتم، آمار به همون ترتیب، زبان هم به همون ترتیب و اصلاح تحصیلی هم به همون ترتیب تکرار میشه، بنابراین نیاز نیست که من خیلی بهش بپردازم. مدیریت رو هم میگم بعد اگه راجع به مدیریت ورزشی به همون ترتیب، زبان ضریب 1 خواهد داشت، 40 تا سوال با همون ترتیب که گفتیم، یعنی گرامر، لغت و درک مطلب. استعداد تحصیلی هم ضریب 1 داره، 25 تا تست خواهد داشت. آمار، سنجش و اندازه‌گیری هم ضریب 4 داره، 20 تا که مجدد 10 تا آمار و 10 تا سنجش. و مدیریت که شامل مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی میشه و همینطور اصول و مبانی مدیریت در سازمان‌های ورزشی و در انتها بازاریابی ورزشی میشه. ضریب 4 خواهد داشت و 50 تا سوال تست خواهد داشت. راجع به زبان عمومی، آمار و استعداد تحصیل که ابتدای لایف صحبت کردیم دیگه صحبت نمی‌کنم، همون منابع رو پیشنهاد میدن. من میرم سراغ کتب تخصصی مدیریت ورزشی. کتاب مدیریت سازمان‌های ورزشی از انتشارات سمت، آقای دکتر سجادی، سید نصرالله سجادی، کتاب خوبی هست، منبع اصلی و قدیمی این رشته است. مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی، آقای دکتر حمیدی، مهرزاد حمیدی، کتاب خوبیه. و همینطور مدیریت از انتشارات راهیان ارشد، یعنی مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی از انتشارات راهیان خوبی برای مطالعه باشه. نمیدونم راجع به انتشارات راهیان ارشد و دکتری اطلاع دارید یا نه. این کتابای راهیان ارشد یه زمان این کارا رو آقای دکتر دریانوش کرده بودن، الان همکارای دیگه شون هم کمک کرد. میان مثلا 3 تا 4 تا کتاب منبع مهم رو کنار هم قرار میدن، ازشون یه خلاصه استخراج میشه، این خلاصه رو چاپ میکنن و میان تست های سالهای گذشته کنکور رو با پاسخ و منبع به شما انتقال میدن. یعنی علاوه بر اینکه کتاب‌های راهیان ارشد و دکتری خلاصه چند تا کتاب مهم منبع کنکور هست، معمولا تست‌های دانشگاه آزاد و کنکور سراسری چند سال گذشته رو هم دارن. بنابراین اگه دوستانی فرصت این کار ندارن، الان که با هم صحبت می‌کنیم تقریبا دقیقاً 1 سال تا کنکور سال آینده فرصت هست، ولی اگه عزیزی به هر دلیل نمیرسه که مطالعه بکنه یا حالا دانشجویی هست که فرصت این کار نداره، راهیان ارشد و دکتری منبع خیلی خوبی برای خلاصه ها هست. یعنی شما میتونید کنکور سنوات گذشته داشته باشید. در مورد مدیریت ورزشی، یعنی خود درس‌های مربوط به حوزه مدیریت، ما یک کتاب مدیریت بازاریابی داریم از آقای دکتر احمد روستا، انتشارات سمت، که گزینه خوبیه، معمولا منبع اولیه برای گرایش بازاریابی هست. مدیریت ایمنی و اماکن مدیریت ایمنی و امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی است از آقای دکتر مجید جلالی فراهانی که انتشارات دانشگاه تهران، کتاب خیلی خوبیه. همینطور مبانی تئوری و طراحی سازمان، آقای دکتر پارساییان و همکارانشون هم که کتاب خیلی خوبیه برای گرایش مدیریت. در خصوص بازاریابی هم خدمت شما عرض کنم، مدیریت بازاریابی ورزشی از انتشارات علم و حرکت، خانم دکتر کشگر، مقدمه‌ای بر بازاریابی ورزشی که اگه اشتباه نکنم، حالا چیزی که خودم تو ذهنمه، این کتاب مال انتشارات پژوهشکده تربیت بدنیه. و در انتها طبیعتا مدیریت عمومی آقای دکتر الوانی و مبانی مدیریت رابینز هم میتونه تو این زمینه کمک بکنه. در مورد سنجش، زبان و درس استعداد تحصیلی هم به همون سبکی که قبلا توضیح دادم فکر کنم کفایت میکنه. من 2 تا گرایش دیگه، یعنی گرایش رفتار و
بیومکانیک هم مونده. اگه اجازه بدین این دوتا گرایش هم راجع به کنکور دکتری راجع به صحبت بکنم، بعد اگه سوالی بود برمیگردم توی پیام‌ها چک میکنم و سوالات شما رو جواب میدم. رفتار هم به همون ترتیب هست، یعنی اینکه سوالات کنکور رفتار حرکتی با گرایش رفتار حرکتی با درس زبان عمومی شروع میشه، ضریب 1 داره، به همون ترتیب عیناً 40 تا سوال خواهد داشت، همون 3 تا قسمت. استعداد تحصیلی هم 25 تا تست داره، ضریب 1 داره. آمار، سنجش و اندازه‌گیری 20 تا تست داره، ضریب 4. دروس تخصصی مثل رشد حرکتی، کنترل و یادگیری حرکتی و حتی روانشناسی ورزشی ضریب 4 داره که جمعاً این 3 تا 50 تا تست خواهند داشت. خب خدمت شما عرض کنم راجع به زبان، استعداد تحصیلی و منبع اصلی است. رشد و تکامل حرکتی انتشارات راهیان دکتری، یه منبع مطالعاتی خیلی خوب به همون سبک که خدمتتون عرض کردم هست. و رشد حرکتی انسان، ایساکس، منبع خیلی مهمیه، آقای دکتر خلجی. یادگیری حرکتی و اجرا، از اصول تا تمرین، این کتاب اشمیت معروفه، یادگیری حرکتی اشمیت. یادگیری و کنترل حرکتی، باز انتشارات راهیان دکتری میتونه مناسب باشه. و یک کتاب نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی، از انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی، کتاب بی‌نظیریه برای نفراتی که دوست دارن گرایش یادگیری رو ادامه تحصیل بدن. در خصوص روانشناسی هم باید بگیم که مبانی روانشناسی ورزش و تمرین، انتشارات حتمی از آقای دکتر کاظم واعظ موسوی، کتاب اصلیه و قطعا سوالات عمده کنکور از این کتاب طرح میشه. یادگیری و کنترل حرکتی ادواردز از انتشارات حتمی هم همینطور. و یادگیری حرکتی مواردی که راجع به صحبت کردم. و در انتها گرایش بیومکانیک به همون ترتیب، زبان عمومی همون تعداد سوالو داره با همون ضریب مثل بقیه گرایش‌ها، استعداد تحصیل و آمار هم همینطور. و در مورد دروس تخصصیش، بیومکانیک ورزشی از نوع پیشرفتش، تاکید میکنم پیشرفته برای کنکور دکتری، و حرکت شناسی ورزشی پیشرفته ضریب 4 داره و جمعاً 50 تا سوال کنکور. اجازه بدید من کتابای تخصصی رو لیستمو پیدا بکنم. بیومکانیک ورزش و تمرین، آقای دکتر حمایت طلب، از انتشارات علم و حرکت میتونه منبع مناسبی باشه. بیومکانیک فنون ورزشی، انتشارات دانشگاه تهران که این کتاب خیلی قدیمی از آقای دکتر نمازی زاده است، منبع مناسبیه. مفاهیم بنیادی مکانیک ورزشی از انتشارات حتمی که با ویراستاری خانم دکتر حجت تالیف شده، کتاب خوبیه. اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکات پژوهشی تمرین، خانم دکتر ژاله معماری، کتابم قدیمیه ولی خب گاهن بعضی سوالات از این کتاب طرح میشه. خدمت شما عرض کنم که راجع به حرکت شناسی هم خب طبیعتا حرکت شناسی آقای دکتر فریدون تون نویس، انتشارات دانشگاه خوارزمی گزینه ایدئالی هست. و جدیداً هم کینزیولوژی اوتیز از انتشارات حتمی منبع مناسبی برای کنکور دکتری هست. آمار هم به همون ترتیب راجبش صحبت کردیم، فکر میکنم که تقریباً